سلام به همگی. واسه یه جوجه دیگه دومین شاد در میاد. یه سوراخ دیگه هم هست دیدیم. الان یکی دیگه هم داره در میاد. فقط یکم نقطهش کوچیکه، میبینیش؟ اینا شش داره در میاد. جیک جیک هم کرد. خدا شکر چند تاشو برداشتین نگاه کردیم. الان بیاریمشون درشون. این دیگه دام دیگه میخواد هنوز. نه دیگه اینم دوتای دیگه شه. نه اون یکی داره به دنیا میاد. جوجه الان ننه بلقیس تخمه رو میشکنه. الان نده خونهش رو درست میکنه. فقط اگه تخمه رو میآوردیم بیرون میتونستیم نگاش کنیم. و الان ننه بلقیس کم چیزه داره خونهش رو درست میکنه. یکم بوگن اون تو میده و یکم بوگن میده اون تو. قبلا ها نمیداد. کاماری پیپی جوجه هست. اینقدر بوگن میده. ناشش نگاه کنین جوجه شو. ولی حتما مرده، پوک شده. آره چی؟ درش بیا. داره یکم زنده است. این زنده است. آره این زنده است. داره جیب میکرد. ناشش نوکش هم بیرونه. نگاه کنین جورش توشه. نوکش زیاده. داره درش میاره ننه بلقیس. بلده داره چیکار میکنه. یکم اشتباه کردم داشتم میدیدمه. داره میدونه داره چیکار میکنه. یکم حالم بد میشه. کار زشت نکنین تا نمیدونم اون یک شهرانو میخواد چیکارش کنه. فکرم مرد. نه داره درست میشه روشون. اگه هر دقیقه ببینیمش سری نگاش کنیم این احساس خطر میکنی. میزن جوراشو میکشه. خدا نگهدار. الان ننه بلقیس یکم چیز میشه. الان بعد درشو ببندیم. خدا به اسبار همگی.